با وجود نرم افزار یا پلاگین های قدرتمندی مثل اتوتیون که خیلی راحت با چند تا کلیک میتونه وکال ما رو تیون بکنه، چرا خیلی از حرفه‌ای‌ها از ملوداین استفاده میکنن؟ دلیلش رو تو این ویدیو بهتون میگم، پس با من همراه باشین. یکی از مهمترین دلایلی که میکسمن ها از ملوداین به جای اتوتیون استفاده میکنن یا ترجیح میدن از ملوداین استفاده بکنن تا از اتوتیون اینه که به صورت دستی شما میتونید تغییرات دلخواهتون رو روی وکال انجام بدین. ویدیوهای مختلفی در مورد ملوداین ساختم و اگر اون ویدیوها رو توی وبسایت من، توی آپارات و یوتیوب یا اینستاگرام من دیده باشین، خیلی راحت میتونین تشخیص بدین که چرا از ملوداین استفاده میشه. اونایی که حرفه‌ای‌تر کار میکنن کاملا حرف منو میفهمن، ولی من هدفم اینه که اون دوستانی که براشون این سوال پیش میاد چرا از اتوتیون استفاده نمی‌کنیم وقتی اتوتیون به صورت اتوماتیک این کارو میکنه، و میریم سراغ ملوداین. ملوداین یکی از قابلیت‌های مهمش اینه که به صورت دستی و با جزئیات میتونین تغییرات لازم رو توی وکالتون بدین. وقتی خواننده یه جایی رو فالش میخونه، یه جایی رو بدون اینکه تمرکز داشته باشه روی خوندنش خارج میخونه، توی اتوتیون به واسطه اون الگوریتمی که اتوتیون داره یک گام مشخصی بهش میدی و دقیقاً صدا رو به نزدیکترین حالا نوتی که اون خواننده خونده شیفت میده و احتمال خطا زیاد داره. ملوداین هم توی تیون اولیه اتفاق رو رقم میزنه، اما شما میتونید خیلی خیلی دقیق و با جزئیات اون نوت هایی رو که سر جای اصلیشون قرار ندارن رو جابجا بکنید. ضمناً اتوتیون ضمناً ملوداین این قابلیت رو داره که حتی غیر اون چیزی که گام رو بهش داریم، یعنی یک گام غیر متعارف رو هم توی ملوداین شما میتونین اصلاح بکنین. به عنوان مثال اگر گام شما یک مدولاسیونی داشته باشه، توی اتوتیون نمیتونین اون مدولاسیون رو به این سادگی ها برطرف بکنین و صدای خواننده رو با اون گامی که برای اتوتیون مشخص کردین کوک بکنین. اما توی ملوداین چون به صورت دستی میتونین این کارو بکنین، خیلی راحت این اتفاق میفته. اگه بلد نیستی چجوری این کارو بکنی، من ویدیوهای زیادی رو توی وبسایتم منتشر کردم که در مورد اینکه چجوری تیون وکالم رو به صورت حرفه‌ای و طبیعی انجام بدیم بسیار صحبت کردم. حتما ویدیوهایی که توی وبسایت من هست hamedkosari.com ببینید و از اونها لذت ببرید. ضمناً یه نکته‌ای رو هم بگم، توی ملوداین شما دیرند صدای خواننده رو میتونید تغییرات بدین. دیرند یعنی چی؟ یعنی اون کشش نوتی که حالا یه وقتایی سریعتر خونده، یه وقتایی سریعتر یا کشش رو طولانی کرده و ضرب افتاده، اینا رو خیلی راحت با دقت بسیار بالا و با کمترین اعمال تصنعی بودن برای شما اصلاح میکنه. این مزیتیه که توی اتوتیون نمیتونین پیدا بکنین. قابلیت‌های زیاد دیگه‌ای ملوداین نسبت به اتوتیون داره که خیلی‌هاشو تو ویدیوهای قبلی براتون گفتم، اما اگه شما کاربر ملوداین هستین و مزیت‌هایی از ملوداین میدونین که توی ویدیوها گفته نشده، ممنون میشم به من حامد کوثری یاد بدین و توی کامنت‌ها توی همین صفحه برای من بنویسین و من هم خوشحال میشم که این اطلاعات جدید رو از توی دوست عزیز دریافت بکنم. عاشقتونم. تا ویدیوی بعد.